مادری که استاد بازرگ تصویر کرده است کاملا مادر دیگه است. مادری است که من دیدم در همین جنازه دادر دیم شام و سیوشان دیدم. حقیقتا همین تصویری واقعی به آب به رنگ به کر و فر به مثلا هیچی. همین مادر است، مادری که در شهر بازار است. پدر همو خیر، برادر همو خیر و اون احساسایی که بسیار ساده و بسیار پوسکنده در وقتهای مثلا مسافریش غریبیاش گفتن در باب نوش گپ زدن نمیشه، چون که واقعا بسیار دردناک هستند. آلوچه لطه‌دار بود مادری من، قشلاقی خاکسار بود مادری من. یعنی که بزرگوار بود مادری من، در زندگیش مزار بود مادری من.